کشف جزیره مرموز که نشانه‌های شهر باستانی آتلانتیس را دارد. سازه‌های باستانی و عجیب در جزیره دورافتاده فرضیه پیدا کردن قاره گمشده آتلانتیس را دوباره بر سر زبانها انداخت. کارشناسان باستانشناسی به تازگی با استفاده از تصاویر دریافتی از ماهواره موفق به کشف جزیره دورافتاده و مرموز در اقیانوس آرام شدند که احتمال می‌رود با تمدن باستانی آتلانتیس در ارتباط باشد. در این جزیره شهری باستانی به نام نان مادول وجود داشته که پایتخت تمدن مرموز سدلور تا سال 1628 میلادی بوده. در اطراف این جزیره دیوارهای سنگی متعددی وجود دارد که آن را از اقیانوس جدا می‌کند و کارشناسان اعتقاد دارند معماری به کار رفته در این جزیره و آثار به جا مانده از آن نشان دهنده توانایی فوق‌العاده ساکنان آن در زمینه مهندسی بوده است. در کنار جزیره اصلی چندین جزیره دیگر که بر روی سنگ‌های سیاه ساخته شده است وجود دارد و منظره بسیار زیبایی به وجود آورده است. تعداد جزیره‌های مصنوعی که مردم سدلور در اطراف جزیره اصلی بر روی سنگ‌ها تولید کردند به بیش از 92 جزیره می‌رسد. کارشناسان تخمین می‌زنند وزن سنگ‌های سیاهی که در جزیره برای ساخت بنا مورد استفاده قرار گرفته است بیش از 750,000 تن است. باستانشناسان همچنین با بررسی آثار برجا مانده جمعیت جزیره را حدود 30,000 نفر در قرن‌های پیش می‌دانند و اینکه ساخت چنین سازه‌های عظیم و با امکانات آن زمان که شامل ریسمان و اهرام بوده است بسیار شگفت‌انگیز است. باستانشناسان اکنون در نظر دارند با استفاده از فناوری‌های فوق پیشرفته به بررسی هوایی جزیره پرداخته بناهای آن را شبیه سازی کنند. آتلانتیس بنابر اسطوره‌ها قاره‌ای فوق پیشرفته و با فناوری‌های بالا بوده است و به تدریج اهالی آنجا را ترک کرده و این تمدن باستانی نابود شده است. گروهی از دانشمندان اعتقاد دارند که آتلانتیس در اثر فوران آتشفشان به زیر آب رفته است و اهالی مجبور به ترک آنجا شدند و تا کنون بارها دانشمندان با کشف مجسمه یا اشیای مرموز در عمق اقیانوس اعلام کردند به نشانه‌هایی از تمدن گمشده آتلانتیس دست یافته‌اند.